و یک دیگر از برنامه‌های چنل یوتیوب آزاد بامیانی با من رقیه محمدی خوش آمدید. امروز قرار است یک دیگر از برنامه‌های چنل یوتیوب آزاد بامیانی رو به ثبت رسانیم که امروز هدف ما از این برنامه نمایش زندگی کارگران روزمزد در ولایت بامیان می باشد. و الی آخر برنامه با ما همراه باشید. جان خوب هستید؟ بابا همراه کاربار خوبین؟ الحمدلله خوبه مجبورم. خب خدا رو شکر. ببخشید کاکا جان میشه خود معرفی بکنید؟ خانه اسم است خانه. خب کاکا جان میشه خود آدم یک معرفی بکنید؟ اسم است خانلی فامیل است ایدری. خانلی ایدری از منطقه از کولنگ هستیم. در بامیان میشیم خانه کرایی. درسته. کاکا جان از کولنگ هستین؟ آره از در اینجا در خانه کرایی میشید نه؟ آره اینجا خانه کرایی. درست. در خانه چند نفرین کاکا؟ در خانه سه بچه یک عروس خود من. درسته. تنها شما کار میکنید در خانه؟ کارگر نه دیگه کارگر و دویش که یک کمر مریض است کار چیزم چیز انجینری او کار زود دگیر نمی او هم از بیکاری خواهد در بازار کار نمیکنه که ما همه 25 سال یا 30 سال که درس خواندیم یا کار چیز نمیتونه او خواهد یک دیگهش یک کمری تکلیف داره باری تکلیف انتری دیست راست و پای راست یک کمی کمگیرا است او از او خاطر کار نمیتونه. درست کاکا جان. نه حالا شما از او خاطر به خاطر شرایط اقتصادی که دارین شما در روی سرک روزانه کار میکنید در کراچی؟ آره ما روزانه میره دور میکنم اگر آمد کنم بیگاه پرده خرد میکنم آمد نه. درسته. کاکا جان مال وضعیت اقتصادیش ما چطوره باز؟ وضعیت اقتصادی مال همه در روی قرض دیگه تا چیز نمیتونه پیش نره. اگر از اونجا پیدا کرده دیدم پس نرو باید دیگه قرض کنم پیش نره. درسته کاکا جان. کاکا جان میشه که تمام وسایلی که در روی کراچی دارید از موید خود چند مفرشه چند مردم میخره و کاروبارش چطوره در این روزا؟ کاروبار همه از اینا از هر جنس یعنی جوراب است و قیچی نامدی است از هر کلمیشی 5 روپیه داره دارد 5 روپیه داره اگر فروخته شوه یک وقت یک چیزی میشه فروخته نمیشه فروش نداره مردم کم اقتصاد چی رقم است فروش نداره. بله مشکلات اقتصادی است که مردم از ما دیگه از پا مانده. آره مردم فروش خریدار میاد مقصد خریدار میاد. باز هنوزی هر اجناسی که دمیجی دارن شما که مفروش نظر کدامش 5 روپیه اگر خریدار 5 روپیه از هر کدامی از اینا 5 روپیه بیشتر نمونده 5 روپیه در دنگ چی شد تا 3 روپیه هم کمه دستیم مقصد فروخته شد نمیشه فروخته نمیشه. شرایط اقتصادی سخت است مردم هم نمیتونن بخرن. آره مردم هم درسته. خب کاکا جان در اینجا شما چی دارین که بفروشین؟ ما اینجا یعنی از زیاد جراب دیگه جراب از جراب و کلا و ناخنگیر و قیچی و این چیزا هست زیاد چی جراب است مقصد از اونا هر چیزی بیشتر جراب مفروشین دیگه نه؟ آره بیشتر جراب درسته. باز اینا را آیا از شما بیشتر مردم خرید میکنن؟ نه خوب گفتم خرید نداره اگر خرید میداشتی که این روز میچلید. درسته. خرید نداره اگر یک روز یک 20 دانه یک 30 دانه بفروشم یک 150 روپیه ممونه ولمو خرج خانه بیگاه بس میکنن روزی 2 دانه 3 دانه فروخته نمیتونم بسیاری وقت. درسته. معمولا روزانه چقدر شما میتونید کمزیش کار کنید به طور اوسط؟ به طور کم زیاد فقط اینمی اموک کار میکنم که چاشت یعنی نان چاشت رو میخورم دیگه دیگه پسنداز نمومن از کارگری خود ما دیگه سرمایه در سر جای خواهد.
توسط از یک پسنداز هم نمیشه کاکا نه. جان؟ شما این حال فقط توسط کراچی زندگی خونه میچرانید؟ نه در قرض مردم است، در چیزی از او قرض کد از او بدی، از او یک دیگرش قرض کد از او بدی. مقصد در قرضداری چلید ما در قرضداری اینال خود شما فکر کن مای 5000 روپیه کرای خانه دیگه خرج خانه چند نفر میشه سه و خود من پنج نفر هستم. 5 نفر نانخور هستی که در این 5 نفر تو چیزی نمیشه. 5 نفر نانخور هستین و شما فقط توسط همین کراچی زندگی خونه میچرانید و قرض میکنید از اما مردم. قرض در قرضداری اره. درسته. کاکا جان در یه آخر که شرایط افغانستان هم که تغییر کرده، باز بیشتر مؤسسات هم افراد یا خانواده های فقیر رو تحت پوشش میگیره. شما چطور از اینا مستفید از هستید؟ ما نه، از خاطری که ما اولی نداریم، خانه کرایی هستیم، ما را در جمع خود نمیگیره که تو اولی نداری، یک سال در یک جای، یک سال در یک جای. در ما هیچ تا بنوز چیزی نکرده که از پوشش. فقط انمایی که اولی داره، اگر فقیر اگر دارای در جمع خود میگیره و ما منه خواهر رقم میکنه، خبرم نداره. درست. ما معلوم مستاد خبر نداریم که در کجا هسته، کجا کار میکنه. درسته. یعنی که مؤسسات حتی شما را نگرفته تا هنوز؟ نه تا بنوز نگرفته. غیر از یک نیم سال در کابل بودم، دو چیز از طرف مؤسسات گرفتیم دیگه. در اینجا از اوی که آمدیم یک 8 ماه 9 ماه میشه تقریبا، هیچ از اونا خبری نداریم. درسته. خب کاکا جان، در آخر برنامه تشکر از اینکه از ما وقت گذاشتین و ما از شما یک ویدیوی جور کردیم. دیگه شما به عنوان یک شهروند بامیانی، یک کسی که روزانه در این سرک ها کار میکنه و وضعیت شرایط اقتصادیشان هم خوب نیست، برای دیگه مردم و کسانی که در رأس قرار داره چی پیام دارین از اونا؟ برای که در رأس قرار داره خیلی تشکری و چی میکنیم، لیکن اینمی قدر پیام داریم که نفری که جای نداره، چیز نداره، برای مردمی در جمع خود نمیگیره. اگر یک رقم رسیدگی بیتونه خوبه، نه که نتونه دیگه از طرف خدا شاید یک دم میچلن. تشکر کاکا جان. شما هم تشکر از چیزی که ما تشکری میکنیم. خدا کامیاب و سرفراز باشه از هر طرف، از هر مستهی که مستاد هستید، خدا مستاد و سربلند و کامیاب کنه. ما که سواد نداریم، از بی‌سوادی اینمی قدر دعا رو درسته کاکا جان، خیلی تشکر از اینکه دعای شما همراه ما هستن و دیگه هم تشکر از اینکه وقت گذاشتین با ما و دیگه هم انشالله که وضعیت زندگی و اقتصاد شما بهتر شود. با امید یک روزی که افغانستان یک کشوری شود که مردمش و خصوصا کسانی که مسین هستن اینطوری سر سرک ها کار نکنن، انشالله با امید او روز. و دیگه هم در کاروبار شما ما برکت می‌خواهیم از خداوند یکتا، همیشه در کنار فامیل شاد و خوشحال باشین کاکا جان. تشکر بازم. شما خیلی تشکر میکنم که با ما مصاحبه کردین و مصاحبه خیلی عالی. لیکن ما از بی‌سوادی جواب شما تنستم نتونستم، مجبوریم که از دنبال نمیزی بریم. یک لقمه نان اگر دگیر آمد یا نه مجبور قدمزی کشال شویم دیگه. درست است. تشکر باز هم کاکا. خیلی ممنون، تشکر میکنم از شما و از همین مؤسساتی که شما خب دوستان گرامی، این بود از برنامه امروزی. همانطور که شما دیدین وضعیت زندگی بیشتر از مردم کشور ما که امروز در ولایت بامیان یک نمونهش داریم که یکی از افراد مسین در ولایت خود ما با معاش یا همو کارهای روزانه و اندکی را که انجام میده و یک درآمدی خیلی کمی را که داره زندگی خودم میتونه با بسیار مشکلات اقتصادی زیاد دست پنجه نرم میکنه. و همونطور که شما هم دیدین انشان پیام داشتن که از کسانی که در رأس قرار داره تا بتونن در اینا یک کمک و همراهی را داشته باشن. و این بود از برنامه امروزی. تا درود دیگر بدرود. لایک، سابسکرایب و کامنت یادتان نرود. تشکر.